این مرد یه نظافتچی معمولی توی MIT، برترین دانشگاه دنیاست. یه روز وقتی مرد داره راهرو رو تمیز میکنه، یه مسئله ریاضی روی تخت سیاه میبینه و حلش میکنه. روز بعد کل پرسنل دانشگاه شوکه میشن، چون این یه مسئله کاملا غیر قابل حل بوده. پروفسور کل دانشجوها رو جمع میکنه و ازشون میپرسه کدومشون مسئله رو حل کرده، اما هیچ کدومشون جوابی نمیدن. پس پروفسور یه مسئله حتی سخت‌تر روی تخته مینویسه تا کسی که حلش کرده رو پیدا کنه. روز بعد نظافتچی مسئله جدید رو میبینه و شروع به حلش میکنه، اما این بار مسئله یکم سخت‌تره و بیشتر طول میکشه. در همین لحظه کلاس پروفسور تموم میشه و یهو نظافتچی رو میبینه و فکر میکنه حتما داره تخته رو خط خطی میکنه. پس سرش داد میزنه و میفته دنبالش، اما وقتی به تخته میرسه در کمال ناباوری میبینه نظافتچی مسئله‌ای که حلش کاملا غیر ممکن بوده رو فقط توی چند ثانیه حل کرده.